سلام علیکم. و علیکم السلام آقای بختیاری از اصفهان، بفرما. من خواستم دو تا عرض داشتم خدمت. اول خیلی دوست داشتم چند وقت با شما تماس بگیرم و با شما صحبت کنم. بله. حالا قسمتی که وصل کنم به شما. می‌خواستم آقایی که زنگ زد و فحشا اینا به حساب همه شیعیان نداره. من خودم حالا یا شیعه زاده میشه بگی هستم. حالا شاید با کسی مخالف باشم، اما خب توی خانواده‌ام دو تا برادر ما هم دیگه مخالف هستن، اما دشمن نیستن که بخوان حرفای رکیک به هم دیگه بزنن و درسته. دشمن بدن. درست. اینا که ادعا میکنن شیعه علی حضرت علی هستن، من نمیدونم حضرت علی هم با مخالفاش، با کسایی که هم عقیده نبود همطور لعن میکرد، فوش میداد که اینا میان تو رسانه عمومی که نه خیر، اینا پیروان امام علی نیستن. اینا پیروان، من گفتم، پیرو ابلیس، اولین امام، دومین امام عبدالله بن ابی بن سلول، سومین امام ابو لؤلؤ مجوسی، چهارمین امام عبدالله بن سبای یهودی، پنجمین امام هنوز نیومده دجال است، منتظرش هستند. بله دیگه نه، اینا ما دیگه بیشتر از این سراغ نداریم، بیشتر از اینا سراغ نداریم. بقیه هستن امامان کوچک، این امامان کوچک کار نداره، ولی این امامان، اونایی که ادعا میکنند امامان اهل اسلام هستند، اونایی دیگر، اون بزرگواران امام علی، امام حسن، امام حسین، امام علی زین العابدین الی آخره که برسد تا 11، همه اینا امامان اهل اسلام هستند، اهل سنت و جماعت هستند، پیروان رسول خدا هستند، پیروان صحابه هستند. اما امامانی که ایشان میگویند اون امامان همون بود که من عرض کردم و همیشه دارم میگویم و ظاهرا بله بله. بارک الله فیک.